حضرت موسی علیه السلام خدا رحمت و مغفرت جان کرد، در قصه ها برای عبرت آمده است که وقتی که خدا جانش میگرفت کودکای خردسال داشت، میگد مایل به سوی هم فرزندای خردسال شد و گفت پروردگارا جان من قبض میکنی، فرزندام حالش چی میشیده باشد؟ الله برای تعلیم موسی نبود، برای تعلیم ما آدمای بی سواد بود. گفت موسی نزد دریا برو. نزد دریا آمد، عصا را گفت در دریا بزن، گفت عصا را بر دریا زد، دریا خشک شد. نگاه کرد در زیر دریا یک سنگ خیلی کلانه، گفت را گفت سنگ گفت به عصا بزن. گفت حضرت موسی میگد آمد بعد عصاش سنگ زد، دو بولک شد. داخل سنگ تماشا کن. وقتی نگاه میکرد موسی در داخل سنگ کیرم و در دهان کیرم علف سبز است. الله در داخل سنگ در حال یک کیرم فراموش نمیکند، رزق او را در داخل سنگ میرساند، رزق تو را فراموش میکند.